صبحتون بخیر و پرفایز باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدوارم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما رو در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 14 می و ساعت به وقت پراگ رسو هفت است. من شعله گلخوجه چون همیشه آماده هستم که برای شما در چند دقیقه دیگر نوگانی ها رو بگویم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان دیروز گفت که در 2 هفته اخیر در کشور 801 نفر با کرونا ویروس گرفتار شدند، 23 نفر از این بیماری جان باختند. در حالی که در شبکه‌های اجتماعی چندی از ساکنان از درگذشت نزدیکان خود از کووید 19 خبر دادند، وزارت میگوید در شبانه روز اخیر هیچ کس از این بیماری نفهمید. در فهرست غیر رسمی قربانیان کووید 19 در شبانه روز گذشته با کمیش نام 10 نفر وارد کرده شده است. در عموم در این رویخد نام 170 نفر را گرد آوردند. فرق بین امور رسمی و امور با اصطلاح مردمی در تاجیکستان خیلی زیاد است و بسیاری ها به این دلیل رقم های اعلام شده از طرف وزارت تندرستی را زیر شبهه میگذارند. مقامات میگویند تا 13 می در شفاخانه های سراسر کشور بیش از 4100 نفر زیر نظارت پزشکان هستند و در شبانه روز اخیر 547 نفر از مؤسسه های تندرستی به خانه هایشان جواب داده شدند. ولی دقیق نمیگویند که این افراد با شبهه کرونا ویروس بستری‌اند، التهاب شش و یا بیماری دیگر. در همین حال برخی از گرفتاران بیماری کووید 19 در تاجیکستان میگویند بستری کردن مریضان در شفاخانه ها تا رفت داغ می شود. با گفته آنها مؤسسه های بهداشتی با سبب ناکافی بودن جای و گسترش کرونا ویروس تنها بیماران وضعشان میانه سنگین و سنگین را قبول میکنند. مسئولان ساحه طب در تاجیکستان پنهان نمیکنند که افزایش بیماری آنها را وادار میسازد در قبول بیماران برتری را به افراد حالتشان سنگین بدهند. حادثه های زیادی رد شدن قبول بیماران در بیمارخانه ها نگرانی ها را در زمینه بدتر شدن وضعیت مریضان در خانه و یا احتمال وجود فساد و معامله های غیر قانونی در امر دسترسی به بستری بیماری ایجاد کرده است. امیر حمودین کمالزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید همه بیمارستان های کشور به قبول مریضان آماده هستند، ولی با گفتش تنها در صورت اشکار شدن نشانه های روشن بیماری شخص در بیمارستان بستری کرده می شود. متخصصان سازمان جهانی تندرستی بعد 12 روز آشنایی با شرایط بهداشتی تاجیکستان گفتند که وضع در این کشور هنوز از مرحله بحرانی نگذشته است و چاره‌های پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس باید دوام 12 18 هفته یا 3 یا 4 ماه دیگر عملی شوند. این در حالی است که حکومت تاجیکستان برای جاری نکردن کرانتین و معیارهای فاصله گیری اجتماعی انتقاد می شود. حکومت گفته است چنین معیارها بر ضرر اقتصاد است. ضمناً مقامات تاجیکستان از متخصصان سازمان جهانی تندرستی خواستند که راه امن ولی با رعایت طلبات مسلمانی دفن هلاک شدگان از بیماری کووید 19 را پیشنهاد کنند. از آخر ماه مارس به این طرف مقامات جسد افرادی را که به گفته آنها از بیماری التهاب شش و یا کرونا ویروس رفتیدند به نزدیکانشان نمیدهند و شتاب کرونا به رعایت بسیاری از ارکان اسلامی و یا مراسم ودا دفن میکنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ملی تاجیکستان در ملاقات با هیئت سازمان جهانی تندرستی گفته است خوب میشد در جریان شستن معید و دفن آن به قدر امکان طلبات فرهنگی و مذهبی به اعتبار گرفته شود. دولتزاده در ادامه به این نکته هم اشاره کرده است که تعدادی از بیماران کووید 19 در خانه طبابت میگیرند و احتمال فوت آنها نیز وجود دارد و در این صورت ترتیب دفنشان چه طور باید باشد. پاتریک اوکون رهبر هیئت سازمان جهانی تندرستی گفته است روزهای نزدیک در یک گزارش توصیه‌های خود را وابسته به این مسئله بیان خواهد کرد. بینندگان عزیز، در چند روز اخیر ما از شما بسیار نوارهای میگیریم در مورد دفن گذشتگان در این چند روز اخیر از بیماری کووید 19 و ما در دوام روز به این موضوع خواهیم برگشت و اگر برنامه ما را امروز تماشا کنید در این باره یک گزارش هم مفصل خواهیم داشت.
دیروز بیبی خانم درویش زاده سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از مقامش برکنار کرده شد. این تغییرات بعد یک هفته آمدن جمالدین عبدالله زاده به منصب وزیر تندرستی صورت گرفت. درویش زاده به حیث خبرنگار در نشریه‌های دولتی تاجیکستان کار کرده، یک مدت سخنگوی خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی هم بود. یک کارمند دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی به رادیو زاده گفت که حالا امام علی میرزویف سخنگوی نوی وزارت تعیین شده است. میرزویف تا این وقت سرداری شعبه اطلاعات و رابطه بیمارستان استقلال شهری دوشنبه بود. جمالدین عبدالله زاده هم تا تعیین شدن به مقام وزیر تندرستی راهبری همین بیمارستان را به عهده داشت. خبرنگاران وزارت تندرستی را برای سری وقت پیشنهاد نکردن اطلاع و ندادن جزئیات امور گرفتاران و قربانیان بیماری کووید 19 تنقید میکنند. و نگفتن نماند بینندگان عزیز، قسمتی از شما میگید که چرا وقتی بیماران زیاد از بیماری کرونا ویروس میففتند، با گفته شما ما امور رو کمتر نشون میدیم. باید بگم که رادیو آزادی تنها تکیه به امور رسمی میکند و هر اموری رو که حکومت تاجیکستان در رابطه با این بیماری دسترسی عموم میگرداند ما همین امور رو برای شما میگوییم. صدها مهاجر ازبکستان که میخواهند به وطن برگردند از 11 می در مرز روسیه با قزاقستان جمع شدند. آنها از مقامات نورسلطان و توشکند تشکیل روی ترانزیتی توسط قزاقستان و ازبکستان را درخواست کردند، ولی مقامات قزاقستان میگویند تا بهبود وضع اپیدمیولوژی در کشورهای همسایه مرزهای خود را باز نخواهند کرد. این گروه مهاجران ازبک در گذرگاه مرزی مشتک و ولایت اورنبورگ روسیه با قزاقستان درماندند. آنها میگویند با امید باز شدن مرز قزاقستان 11 می عازم ازبکستان شدند. مقامات قزاقستان 7 می راضی شدند که برای برگشتن بیش از 500 قرقیزستانی به وطن راه ترانزیتی را تشکیل کنند. مهاجران قرقیز توسط اتوبوس‌های مخصوص و در همراهی با کارمندان طبی اجازه عبور را دریافت کردند. ضمناً طول چند روز اخیر بازم ما از شما مهاجران عزیز سوال‌های دریافت می‌کنیم که میگید می‌خواهید توسط ماشین از روسیه به تاجیکستان بیایید و گویا شنیدید که مرزها باز شدند. طوری می‌بینید مرزها بسته است و به هیچ وجه خود را سرگردان نکنید و به هر گونه آوازه ها درباره اجازه گذشتن ماشین ها از مرز باور نکنید. همین گونه برخی از شما گفتید که بعضی شرکت ها برای اول ماه ایون به تاجیکستان بلیط هواپیما میفروشند. دوستان عزیز، تا آن دمی که رسما اعلان نشود که به پروازهای هواپیما اجازت هست، این گونه بلیط ها را نخرید. در نتیجه هم از آخرین پول خود محروم میشوید و هم عصبهایتان را خراب میکنید. باور داشته باشید همان ساعتی که معلوم شود مرزها باز میشوند ما نخستین شده برایتان خبر خواهیم داد. اما متاسفانه حالا در این مورد یگان پیشروی نیست. این جواب به سوالهای به آخر شما درباره کی گشودن مرزها است. عزت امان نهمی شناخته مهاجران تاجیک در روسیه روزی گذشته بعد 2 هفته تبابت از بیمارستان جواب شده است. در این باره خود او با نشر ویدیوها در فیسبوک و یوتیوب خبر داد. عزت امان میگوید معرکه کمک ها به مهاجران تاجیک را از نو راه اندازی خواهد کرد. به قول این حامی حقوق مهاجران متاسفانه بحران کرونا ویروس مهاجران تاجیک را در روسیه در یک وضع سخت قرار داده است و هزاران نفر آنها به دلیل بیجای کار و بی‌پول ماندن از سرپناه هم محروم شده و دهها مهاجر تاجیک از جمله زنان و کودکان بنا به اطلاع او شب رو در جنگل ها روز میکنند. عزت امان میگوید باید دستی به دست شده کاری کنیم که مردم رو از این ورطه هلاکت بیرون بکشیم و به هر صورت با آنی که چند روز اخیر بعضی از ساختمان ها کارشان را آغاز کردند امیدوار میشویم که مهاجران ما تعدادشان بازم به کار برگشتند و میتوانند پول دریافت کرده و روزگارشان را پیش برند. منصبدار بلندپایه سازمان جهانی تندرستی میگوید به احتمال زیاد خطر کرونا ویروس نو هیچگاه از بین نخواهد رفت و مثل ویروس HIV که سببگار بیماری اسپید می شود باقی میماند. مایکل رایان رئیس بخش حالتهای اضطراری سازمان جهانی تندرستی روز 13 می در یک نشست آنلاینی گفت چندین بیماری های موجودند که آنها صرف نظر از موجودیت واکسن برطرف نشدند. هشدار این منصبدار زمانی نشر شده است که کشورهای اتحادیه اروپا میخواهند مرزهای داخلی را باز نموده محدودیت رو سبکتر کنند.